چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدین به اولین ویدیو کانال. تصمیم گرفتم براتون به عنوان اولین ویدیو پک اوپنینگ براتون بذارم و یه گیم پلی از در واقع فود چمپیون. بریم ببینیم چه چیزایی تو پک بهمون میده و یه گیم پلی هم براتون میذارم از فود چمپیون که عشق کنید. خیلی چاکرم. برو بریم بیایم با هم ویدیو رو داشته باشیم. همون چیان و چی قراره بهمون بده تو این پک ها؟ مثبت 80 داریم ری گلد پک پلیر، اینجا هم مثبت 81 78 78 و یه اسمال پک هم داریم. بذار از گلد شروع کنیم. اسمال پک بریم چیا بهمون برد هم نمیشه. فرانسه RWB و این ستونمون کلاوس. خب ولی اوکی ترید هم خوبه، همه رو میذاریم پایین. کویک سل میکنیم و اینکه همچنان بله پک داریم چون جا نشد نشون نداد. بریم اول مثبت 80 رو بزنیم ببینیم چی بهمون میده. مثبت 80 اسپانیا نه نواس. بچه واقعا اسپانیا خوب نیست. فیفا 23 واقعا اسپانیا هیچ بازیکن خوبی نداره و هر چی بازیکن میده بعد از آب در میاد. مثبت 81 ببینیم چی توشه. وای باز اسپانیا خوبه نات بد. جوردی آلبا میده بهمون 85 دبلیو. این هم که کویک سل داریمش. بریم پک بعدی فکر کنم مثبت 78. بچه این SBCه، کسایی که پر نکردن میتونن پر کنم. بردم نمیشه. ایران میده، استی میده و مهدی طارمی 81 مرسی. این طارمی هم که خوب داره بازی میکنه. این چند تا بازی اخیرا فکر کنم گلزنی کرده. بریم پک بعدی بازم مثبت 78. ببینیم چیا بهمون میده. آرژانتین استیه و روملو لوکاکو دبلیو. از 78 روملو لوکاکو کشیدیم بیرون. پشتش هم اوتاویو و نتو. خوبه این دوتا هم که داریم نیازشون نداریم برن. لوتارو مارتینز هم که میره برای SBC دیگه چون ترید نبود، آن ترید. ریل گلد پک من فکر کنم که این چیزای خوبی در بیاد. اوروگوئه در نیومد که ستونم خیمنز میده ولی خب فکر کنم ترید اینا رو کوکسل میکنیم. شما همینطور ببین قیمتش چقدره. 500 اینا ما 3 میدیم بره. 3 میفروشیم. بچه من اینطوری میفروشم، یعنی میام عقب تا خودش به روسه دیگه رقم نمیزنم. حوصله‌ام زیاده. اینا رو بریم بالا. اوکی. خب بقیه هم که برن. اینا هم که کوچته. یه دونه گلد یه دونه پک بیشتر نمونده بچه‌ها. ری گلد پک مثل قبلی است. این چیا توش؟ وای بابا اسپانیا نده. میدونم چرا هر چی اسپانیا به من میده. بابا نمیخوام. اینا که برن و هیچ. خب بچه بریم تو بازی. بریم فود چمپ. من یه دونه بازی بیشتر نکردم این هفته. بریم بازی دوم با هم انجام بدیم. بریم داخل و اینم تیم ماست که الان نشونتون میدم. بچه الجابر نوک گریلیشو داریم برای وسط. داگلاس لوئیز و یونبرگ فرد. یه خلاصه بچه هستن دیگه. فندایک استونز دودک کارلوس آلبرتو و اینم نیکت ذخیره و دیابی که کارتش آپگرید شده. مرسی واقعا و شده 90. خوب بود بهتر شد و کارت خیلی خوبیه. سرعت شما نگاه کن. دوتا با هم 99. اصلا دیگه تهشه دیگه نداریم فرست در از این. و اینکه آره دیگه اینم نیکت ذخیره ما. بریم داخل بازی. بچه آدم سریع پیدا میکنه. معمولا فود چمپیون خیلی سریع ویکنینگ خیلی سریع پیدا میکنه حریف. ببینیم که حالا میاد تو بازی. بله میاد. این ترکیبش هم با هم ببینیم یا نگاهی داشته باشیم به ترکیب. امیدوارم که ضعیف‌ترمون باشه.
بله برزیل و اسم تیمش هم عجیب غریبه. کی تو گله؟ رمزدیل. او بقیه اکثرا آیکون داره. داگلیش، تورس. آقا بریم تو بازی که انشالله میزنیم. به نام خدا شروع میکنیم بازی رو. الجابر انداخته تو دل حریف. الجابر بازی نکرد یارو. گل گل اول ستونا. گل اول الجابر. گل شروور مفت. و الان بازی میکنی. دمت گرم که یه گل بهمون دادی که به الان داری بازی میکنی. مرسی تن پسر. کمی داکلیش. تورس تو پاشه میزنه. خطا نکردم بابا. وای دوباره شروع کرد فیفا. هم دوباره باید فشار بکنیم تو این بازی. داگلیش شیت. بابا من گله رو تکون دادم به خدا. تکونش هم میدی نمیگیره. خیلی عجیبه. کارلوس آلبرتو برو پسر. بابا بیاین بعد گل. کسایی که فیفا بازی میکنن میدونن همه دیگه مغزشون میپره واسه چند دقیقه. هیچکی نمیاد اصلا. حمله میکنین همه ایستادن تو زمین. خب بیاین دیگه. حالا خب این داره رفیقمون داره خوب بازی میکنه. بعضی اصلا فقط تو میفرستن اینور میفرستن اون ور دریبل بزن برو بالا بیا پایین. حالا به هم میخوره کسایی که اینطوری بازی میکنن. اصلا خوب نیست. اصلا خوش نمیگذره. وای بچه موقع خطرناک. بیلینگهام تو بگیر. مرسی. بریم برای ضد حمله الجابر. بچه الجابر کسایی که التیمیت بازی میکنن حتما ببند. نمیدونم هنوز کارتش هست یا نه ولی اگر هست ببندینش. فوق العاده است. وای اشتباه کردم. تورس. وای داگلیشو بگیر. فندایک هم که دیگه نگم براتون. هیچکی رد نمیشه از این ستون گنگ. یونبرگ هم همینطور. خلاصه بازیکنامو دوست دارم. سرامو دوست دارم. برو یونبرگ. برو چه پاستی. الجابر. آفساید ها؟ آره. موقعیت از دست رفت. ستونای جنگ. بچه این اولین ویدیو رو تصمیم گرفتم براتون گیم پلی کامل بذارم. کامل بازی رو ببینید. ولی خب حالا اگر بعداً دوست نداشتین دیگه کات میکنم و فقط موقعیت‌ها خطرناک و این چیزا رو براتون میذارم. ولی خب خودم به شخصه مثلا گیم پلی کامل رو بیشتر ترجیح میدم که ببینم. خیلی باحال‌تره یه کل بازی رو ببینید تا فقط موقعیت‌ها رو. یه بار دیگه بریم توی حمله. و یه چیزی هم که راجع به ویکند لیگ هست اینه که خیلی فرق میکنه مثلا با دیویژن. اصلا یه اتفاقاتی تو ویکند لیگ میفته. مثلا یه دفعه 4 تا عقبی بعد دیگه میگی که لفت بدم دیگه الان نمیرسم اصلا. ولی بازی میکنی یه دفعه 4 تا میزنی بعد پنجمی هم میزنی میبری دقیقه آخر. مثلا یه همچین حالتیه مثل فوت چمپیون لیگ قهرمانان که مثلا هست. رئال تو لیگ خوب نیست یه دفعه میاد مثلا لیورپول میزنه مثلا یه همچین چیزی. اینجا هم دقیقاً همینه. فکرشو نمی‌کنی بتونی به بازی برگردی ولی برمیگردی بعضی مواقع. برای بقیه هم همینطوره دیگه. ولی فقط فوت چمپیون ویکند لیگ وگرنه دیویژن رایولز اینطوری نیست. بابا این رفیقمون هم خیلی داره دیگه. حسینمو داری سر میبری داداش. یه گل بخورد دیگه که دایلش هم مصدوم شد. و همچنان داره بازیش میره. بابا خطا نکردم. هی بابا داورا فیفا هم شروع کردن. یکی از داوراش شاکی هم کفری هم. یکی دیگه هم این گلرا. واقعا افتضاح. تایم سبز که زده میشه گلره میخوره. حتی اگه بتونه بگیره بشم برسه میخوره. فایده نداره حالا تو خودتو بکشی. بابا بگیرش. چون تایم سبز زده بعد گل بخوره. اینا خیلی افتضاحن تو این سری فیفا. واقعا افتضاح بود. هم داور هم گلرایی که با تایم سبز میخورن قشنگ راه رو بزنه. راه رسیده بشه ولی نمیگیره. خیلی عجیب و جالبه. وای نه دک بزن. دیدین الان این یه نمونهش. پرید رو هوا دستش برد حالا گل خورد. نه پریشی به سمت تو. نه هیچ. این خیالش نیست. بریم اتکینگش کنیم ببینیم چی میشه. 2-1 خورد. یونبرگ. الجابر بیا دیگه پسر. به یه ساعت دارم نگاهت میکنم.
از گردن زدش، داور این چی نگرفت. مثلا عالیه دفاعمون، چرا خالیه. اوه عالیه دفاعمون، چرا خالیه. چی گفتم؟ اینم از نت با پینگ 150 پلیرهای ایرانی باید بازی کنه. اصلا عالیه، تر از این نمیشه. بابا چطوری رد شدی؟ نه اینو بگیر. عالی شد، اصلا ضربه سرت فوق‌العاده بود. داداش بچه دیست کوروش هم اومده، حتما بریم گوش بکنیم. رفقای رپی آلستار 2 و قطعا دیسبک داره. حالا بعد ببینیم که دیستش میگم، مثل که شایعه میگن دیستش کرده بوده، ولی خب نمیدونم حتما با کوروش بوده یا نه. یه سری میگن با دانیال بوده، یه سری میگن با کوروش بوده، معلوم. باره دیگه چه پاسی داگلاس لوئیس. وای داگلاس لوئیس نمیتونه بابا، مهاجم نیست. یه بار توپری میگیری بعد دوباره میفته جلو پا خودش. خیلی جالب. ندارش. نه خیلی مفت گل میخوریم. دو بار پا انداختن جلوش، دو تا بازیکن آوردن رو دستش، ولی باز گل شد. ایناست که بعد ما گل اول رو زدیم. آره ما گل اول رو زدیم، ولی گل اول هم خودش بمون داد. بعد ما 3 تا بمون زد. نمرتی هم داشت. کاش گل اول نمیدادی، ولی 3 تا نمیزد. هیچی نداره. هیچی نداره. یونبرگ هیچی نداره. یونبرگ یه بار دیگه یونبرگ. حالا الجابر خب زد. به خدا نیفتاد، اگه میافتاد پنالتی میگرفت. اگه مان اونا بود تو محوطه جریمه ما بود همینو پنالتی میگرفت. بیا گلایی که میزنه دیگه نمیدونم چی بگم. آقا این نیمه اول بریم نیمه دوم بچه، بریم نیمه دوم. میخوام تعویض کنم. اولا که این فرم بازی کردن درست نیست. دوما که دیابی 90 شده، بیاریمش داخل ببینیم که برنامه از چه قراره. بیا داخل ستونم، جای فردو بگیر. البته جای این رفیقمون گرفتی. دیگه چیکار کنیم؟ یه چیزی دیگه فعلا این واکرم بیاریم اینجا، ترنش صاف کنیم که ای تر میزن تو بازی. نه دیابی اوکی. بریم که نیمه دوم ما آتشی شروع کنیم بچه. دیگه میخوام اوتراش کنم. 3 تا عقبم دیگه، آبسترم گذاشته. برو بریم. برو دیابی 90 شدی رو تا و قورتشون بدی و پرواز کنیم. بگیرش. آها آره آناناس از هر جام خوشوت میکنه. ما برمیگردیم دیابی. وای از دست ندین که دفاع هیچ کی توش نیست. اوه داگلاس لوئیس حرکت جالب میزنه. ستون من یه بار دیگه وای نرسید. آفساید. این آفساید نباشه بازی بده. آفساید نیست. وای آفساید نبود. به خدا آفساید. خدا وکیلی آفساید بود. کسایی که دارن نگاه میکنن برش گردونین عقب صحنه رو. یک بار دیگه نگاه. آفساید بود. نگه حالا گل که نشد، ولی آفساید. اینم از مسی. همه چی داره داداش، دیگه چی پدر بزرگی من فهم نداری تو تیمه. اوه دیابیه با سرعت آتشین خودش. کورنر بچه اینو باید گل کنید. کورنر سامپل دروازه بزن، یکی بزن دیگه. وای رمزدیل تو گلشه بابا، این گلرش خوب نیست، ما حمله نمی کنیم وگرنه این میخوره.
بار دیگه داره محوطه جوبر بزن فوش نکن اینطوری داداش. نره نه ما دست حالیش سر بزن برو گریش میخوام. تو اینجا چیکار میکنی؟ وای اوتراش کردم ترکیب به هم ریخته باره. وای مرسی دیابیستون اومده وسط رو جمع کرده. وسط البته بازی نمیکنه ولی نمیدونم چرا اومده وسط یه بار دیگه. در محوطه فرد بیا برای خودش جابر. وای هم 382 به خدا چطوری اینا رو میگیره؟ ما حال ممکنه یکی سر بزنه هم جابر بزن. حق نیست بابا این بازی حق نیست. حقه خیلی قشنگ رفت محو شد بازی کنه. یه بار دیگه برو. وای بابا توپ رد نمیشه یعنی ما اوترا تکیم. چرا این داره حمله میکنه؟ داداش من عقبم تو چرا حمله میکنی؟ برادر تو باید دفاع برو. وای تکش خوب. یه بار دیگه بریم داخل بزن. وای نزدیش دستم. بچه دقیقه 70 ما هم از اول نیمه دوم اوترا اتک بودیم ولی هیچ کاری نتونستیم بکنیم. یه بار دیگه در محوط. وای تو بازیکناش هم خسته نمیشن چرا مثل چی میدون. نت هم که عالیه اصلا قرمز میشه زرد میشه بابا بیا میزنم پاس بده فردا میرسه تک بزن فردا عمل میکنه. خیلی افتضاح. پینگ 150 حالا خودش 150 بود قرمز میشه میره 200 خورده‌ای. وای دفعه بد خوری سر بزن. چی شد؟ خدا وکیلی چی گرفت؟ اگه کسی فهمید بهم بگی چی رو اینجا گرفت؟ من که نفهمیدم. او دیابی برو. وای خیلی بده ایناست که بده. تو داره میزنه دیگه بابا دستم لرزی. تو سرت اینا خراب کردی. ای بابا ما دیگه امیدی نداریم بازی برای ما تمام شده است. دقیقه 80 اینم بخور و میخوریم. بله 5-1 بچه. وای آبروم رفت. اولین ویدیو چنل با باخت شروع میکنیم. 5-1 الجابر دیگه اعصابش خراب شده و اعصابش آروم شده تو داد. وای یه بار دیگه یه حمله حداقل یه دونه گل دیگه بذار بزنم داداش دلم خوش باشه که منم یه گلی چیزی تو نیمه دوم. بابا دفاع خالی میشه وقتی بچه‌ها میره اولترا اتک دیگه دفاع فوق العاده خالی میشه. از اون ور میخوای حمله کنی از این ور نگران اینه دوباره گل نخوری و گل میخوری بخوای نخوری. کارش هم نمیشه کرد. مرسی تک. چرا من هنوز دارم دفاع میکنم برش که با بزنه دیگه باختیم. خدا وکیلی برو کنم همینو بکش. سانترال کردی
تو دست گلر. وای گل بعدی. گول خوردی، فریب خوردی داداش. یه طور میخندم رو جلو هم. بعد از سوت پایین بازی بچه بازی تموم شد، باختیم با نتیجه فضاحت بار و فلاکت بار 6-1. ولی خب چیزی از ارزش‌های ما کم نمیشه. خوبه 1,400 تقریبا گرفتیم و از این بازی زدیم بیرون و اینکه هنوز به اولیش هم پر نکردم ویکند لیگو. ولی خب میشونم بازی میکنم، همیشه اوکی میکنم. معمولا من 25,000 تا میگیرم دیگه، تا اونجا فقط میرسم. یعنی این زنشون که بدم تا اینجا من میرسم. این سه تا در واقع پلیر پیکو میگیرم، اینا رو هم میگیرم و 25,000 تا کوین هم میگیرم دیگه. بیشتر از این توانم نیست که برسم. اونم با نتی که ما داریم با پینگ 150 دیگه بیشتر از این نمیشه رفت، مقدور نیست، مگر اینکه فیبر نوری چیزی داشته باشید. آقا دمتون گرم تا این آخر همراه من بودین و اینکه امیدوارم هر جا هستین سالم سلامت باشه. منتظر ویدیوهای خفن‌تر هم باشین. ویدیوی درفت هم داریم که مطمئنا خوشتون میاد و براتون میگیرم، حتما میذارم توی در واقع همین هفته‌ای که میاد. خیلی چاکرم، تا ویدیوهای بعدی بدرود.